ما در ولسوالی شیوکو قریه جرگ قرار داریم. دوستان عزیز، امروز آمدیم در یکی از مکانهای تاریخی ولسوالی شیوکو. در خب یک گپ دیگر ما شنیدیم میگه که سر زیارت یک کس خود غل در زیارت ریگا که غل میخوره سر صدا میکنه. ریگ قبلا خوب صدا میداد، اگر ریگ تر باشه صدا نمیداد. محمود بیا محمود. بیا. محمود بیا. زیارت امامزاده یکی از مکانهای تاریخی و تفریحی ولسوالی شیوکوی ولایت فرا می باشد. این زیارت در قریه جرگ ولسوالی شیوکو در حصه بالای یکو واقع شده است که از مرکز شهر فرا تقریبا 85 کیلومتر فاصله دارد. روی کوهی که زیارت امامزاده واقع می باشند تمام گودی ها از ماسه‌بادی ها پر شده است و بنابر گفته های مردم محل این ماسه‌بادی ها در تمام فصل های سال برجاست. نکته مهم و جالب این مکان تاریخی این است که از کوه این زیارت یک صدای خاصی بیرون می شود. هنگامی که ماسه‌بادی ها را شور دهیم از این کوه یک صدای عجیبی به گوش می رسد. این مکان تاریخی به یکی از مکانهای تفریحی و سیاحتی در بین مردم محل و افغانستان واقع شده است که مردم در فصلهای مختلف سال به این مکان سفر می نمایند. به نام خداوند یکتا، سلام و درود خدمت همه شما دوستان نهایت عزیز. امیدوارم که دارای صحت کامل باشین. باز هم ما در ولسوالی شیوکو قریه جرگ قرار داریم. دوستان عزیز، امروز آمدیم در یکی از مکانهای تاریخی ولسوالی شیوکو، در یکی از مکانهای تفریحی ولسوالی شیوکو ولایت فرا، زیارت امامزاده. طبعا همه شما با این زیارت آشنایی دادید. امروز خواستیم یک گزارش ویژه از این زیارت داشته باشیم و به مردمی که در اینجا میان آنها مصاحبه داشته باشیم و تاریخچه زیارت امامزاده را با هم بفهمیم. شما که تا آخر این گزارش به من همراه باشید و در این برنامه هم لالا و همراه عبدالفتاح ما را در این برنامه همراهی میکنید. خب دوستان عزیز، باز هم میگو با خیلی از مشکلات ما به زیارت بالا شدیم و از مسئولین خواهشمندیم که به زیارت اگر امکان داشته باشه یک زینه درست کنه، دکل مسافرای مثل ما که از شهر میای قدر انرژی نداره بتونیم به زیارت به راحتی بالا شویم. یعنی واقعا برای ما دشوار بود.
خب به هر حال فعلا آمدیم در سر زیارت و دوستان میگه که در اینجا قبر است، قبر امام زید. دقیق معلوم نیست معلوماتی که ما به دست آوردیم و یک از برادران میخواد که همراه مسابقه کنه و معلومات مختصر در این زیارت برای ما ارائه کنه. ولی هم شما میشناسید که قبلا هم باشن مسابقه کردیم، عبدالفتاح است. باز هم میخوایم که خود را برای بار دوم بر ما به شما معرفی کنه. خلول اگه خود یک بار دیگه معرفی کنید، شاید بعضی دوستان شما را تا حالا نشناخته باشه. سلام، عبدالفتاح هستم از قریه جورگ. تشکر از اینکه به مسابقه همراه ما حاضر شدید فتاح جان. خب برای ما معلومات مختصر در مورد این زیارت امام زید اگه که من میشناسم. زیارت امام زید یک جای تفریحگاه که هم پشت سرش ما تفسیر مشخص میشه. تفسیر هم قبر امام میگم اینجا امام اومده، قبر مشخص نیست که 100% باشه، میگم اینجا غیب شده. درست. اما زمان قبلی اینجا غیب شده، بزرگان میگم. ما زیاد دیگه معلومات زیاد نداریم. دوستان از این تصویر رو هم شما میبینیم که یک سنگا فقط است و کمی که بالا انداخته میگه که اینجا قبر است. دقیق مشخص نیست، معلومات دقیق ما نداریم که آیا اینجا قبر است یا خیر، ولی مردم هم تو میگه از سابق که بله مردم میگه قبرم اینجا. درست. از قبلا سابق هم بیشتر بوده، سنگا حال زیر ریگ رفته. درست. خب مردم هم میآوردن از بله از ولایات مختلف. بله از پرا میآیند، از خود مرکز میآیند، از جوین میآیند، از پشت کو میآیند. میاد شبا یک شب دو شب اینجا تفریح میاد مثل، ولی اینجا آب نیه، به خاطر مشکلات آب یک کم مشکلات داره اینجا. یک از امارات اسلامی درخواست آمینه یک چای چیز اینجا رسیدگی کنه بر مردم بزنه بهتر میشه. درسته. بهترین مکان تفریحی و ولسوالی شیبوکو فکر کنم زیارت امام زید باشه. بله اینجا مردم در این زیارت میانه. بله اون زیاد. یعنی فردا میگن روز جمعه است مردم زیادتر میاد. روزای پنجشنبه زیادتر میاد که اون روز پنجشنبه است. ما اینجا میسته با برنامه جمعه بعضیا میرن این شد. اینجا هست. خب این مردم که سر زیارت میآید باز اینا آب خود چطور میکنه؟ مثلا غذای خودش رو کم میکنه. غذا خب میاره اینجا، خیلی گوسفند چیزی میاره خونه میکشه، گوش میاره اینجا آشپزی مینه، ولی آب دیگه میره از سر چای رما هست و طرفتر یا از خریا میاره خیلی خود زن بشکا 20 آب نمیاره اینجا. درست است. خب یک گپ دیگر ما شنیدیم میگه که سر زیارت یک کسی خود غل در زیارت ریگا که غل میخوره سر صدا میکنه. ریگ قبلا خوب صدا میداد، اگر ریگ تر باشه صدا نمیداد. در 15 نفر که باشه ریگ خیلی خوب به حرکت در بیاری صدا میداد. حالا صدا نمیده. امتحان می‌نویسه که چطور میشه. امتحان میکنی اون صدا میدی آخر. خب درسته. تشکر از شما بابت معلومات شما. خب دوستان عزیز ما ان شاء الله معلومات دیگر رو هم از علما دریافت خواهیم کرد و برای شما ان شاء الله گزارش مکمل خواهیم کرد. فقط معلومات مختصر مهمی است که زیارت امام زید در قریه جورگ و یکی از مکان‌های تفریحی قریه جورگ ولسوالی شیبوکوی ولایت فرا زیارت امام زید است و ان شاء الله معلومات مفید رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد. میریم مشاهده می‌بینیم و دوباره برمیگردیم.
تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با من همراه بودید. خب دوستان عزیز، این بود گزارش ویژه ما از زیارت امام زید واقع در کریه جرگ ولسوالی شیبکوی ولایت فرا، یکی از مکان‌های تفریحی ولسوالی شیبکو میباشه. با امیدوارم که شما گزارش ما لذت کافی رو برده باشید. تا برنامه بعد شما را بالای یکتا میسپاریم.